وقتی که مهنت ما را قدر نمیکنن، وقتی که ما را در یگان معرکه های جمع اومده ما را یگان بار بر ما فریاد کرده رحمتنامه نمیکنن، همینش بسیار علم آور است که وقتی که ما هم در پیش قانون باید کارگر قدر کرده شویم، ولی افسوس که نیستیم. من اسرای و دلبر حبیب الله ساکن شهر دوشنبه ناحیه سینا میباشم و به وکیلی شهری خلق دوشنبه پیشنهاد شدم از طرف حزب نهضت اسلام. این تشبوسی کی بود که شما همین خیلی نامزدیتان به همین وکیلی پیشنهاد کردید؟ من از قانون‌های خودم به عهده‌داری گرفتم که من هم باید هم که فراشم که هستم، کسی من فراشم که باشد، باید که من وطن را چنان دوست دارم و حسی دوستانه این وطن مرا بیدار کرد که من باید که درد خلق را به مردم خیلی که واقعی‌های بسیار کردیم، بسیار با ما اظهار کردن که وقتی که ما انتخابات میشود دپوتات ها رو میبینیم و بعد که ما مشکلات دچار میشویم دپوتات ها رو تماما نمیبینیم، نمیشناسیم که کیها هستند. بسیار به من علم آور و آنها چنین با ما رفتار میکردن، تماما از ما یگان بهبودی و خوبی نگاه نمیکنن که هر کسی ما در زندگی خودمون مهنت میکنیم و دپوتات های به داد و عرض ما نمیرسن. ما از دپوتات های این وقت قناعتمند نیستیم و میخواهیم که دپوتات ها اون شخص های شوند که و یا اول از خدا ترسن بعد از قانون. افسوس که من را بسیار آدم ها گفتن که نخواد فراشون دپوتات شود، لیکن چی با من دپوتات شدن نمیشم. من از قانون خودم حمایت میکنم که وقتی که هر انسان عقل سالم داره و میتواند در همه ساحه کار کنه و ضرورش نه که دیپلم عالی داشتن، ضرورش آن که عقل سالم داشتن که درد خلق را فهمیدن و بالا رسانیدن